الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران کلام الله مجید، همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه روحانی قرآن کریم. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه بار دیگر بر بنده و همکاران بنده این منت رو گذاشت تا این توفیق نصیب بشه که به همراه شما خوبان و مهربانان در یکی دیگر از محافل قرآنی و سال حق گرده هم بیاییم برای تلاش بیشتر در یادگیری بهتر آیات کلام الله مجید. در برنامه امروز هم به مانند روال عادی برنامه‌های گذشته به همراه شما خوبان و عزیزان صفحه دیگر از مصحف عثمان طاها رو، صفحه 23 رو، دومین صفحه جزء دوم رو از آیه 146 سوره مبارکه بقره به همراه شما عزیزان تا پایان این صفحه مرور خواهیم کرد. بر روخانی اون رو به همراه شما خواهیم داشت. در کنار اینکه در موضوع تجوید هم انشاءالله قواعدی رو و ضوابطی رو مطرح خواهیم نمود. در بخش دوم برنامه هم انشاءالله تماس‌های تلفنی شما عزیزان و خوبان رو خواهیم داشت در تلاوت همین صفحه برای بزرگسالان مهربان و عزیز و تلاوت هر جایی که از کلام الله مجید خواستن برای نونهالان دوست داشتنی. میام برنامه کوتاه و ابتدای تلاوت از صفحه 23. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر. برتری تو بر اساس تقوایت می باشد. بعد سلام مجدد خدمت شما خوبان و عزیزان. قبل از اینکه تلاوت این صفحه رو با هم روخانیش رو آغاز بکنیم، در موضوع تجوید قواعدی رو لازم هست که با هم دیگه مطرح بکنیم و بیان بکنیم. در ابتدا باید مد نظر داشته باشیم که ما در دستور زبان عربی و علی خصوص آنچه که مرتبط میشه به تلاوت کلام الله مجید، ما قواعدی و ضوابط خاصی داریم که این قواعد و ضوابط چه بسا در زبان فارسی مشاهده نمیشه. بعضی از عزیزان احساس میکنن و فکر میکنن چون که حروف زبان عربی 28 حرف حروف الفبا همه در زبان فارسی هستند، ما یکی از خوبی هایی که آموزش زبان فارسی داره اینه که انسان رو برای یادگیری عربی کمک میکنه، چون شبیه ترین زبان به عربیه و تمام حروف زبان عربی 28 حرف در فارسی استفاده میشن، بلکه 4 حرف هم بیشتر داریم. ما در فارسی از حروف علفی حرف پ، ژ، چ و گاف که این حروف در عربی نیستن. از اونجایی که تشابه زیادی بین حروف زبان عربی و زبان فارسی است، برخی از عزیزان این گونه تصور میکنن که شاید همان گونه‌ای که حروف رو ما در زبان فارسی تلفظ میکنیم شاید در زبان عربی هم همین گونه تلفظ میشه. ما در زبان فارسی بین حروفی به مانند مثال حروفی داریم که در شکل نوشتن ما تفاوت قائل میشیم برای نوشتن اینها در کلمات مختلف، اما در ادای همان حروف ما همه رو به یک شکل ادا میکنیم، همه رو به تعبیری دقیق تر از یک مخرج ادا میکنیم. مثلا ما حرف سه نقطه
با همین تلفظ فارسی. حرف سه نقطه، سه که همون تی که یک نقطه اضافه داشته باشه که بهش میگیم سه نقطه. یا حرف سین یا حرف صاد. این حروف رو ما هر سه این حروف رو، چه سه نقطه رو، چه سین رو، چه صاد رو، ما در فارسی همه رو میگیم سه. مثلا کلمه سیب با کلمه صابون با کلمه لسته هیچ فرقی برای ما نمیکنه در تلفظ. و از همین جهت املا و یا دیکته و یا نوشتن فارسی برای کسانی که تازه فارسی یاد میگیرند مقداری مشکله. تشخیص نمیدن که الان این سه‌ای که تلفظ شد این سه کدوم سه بود. سه نقطه بود، سه همون خواهر شین بود که سینه، یا سه همون خواهر ضاد یا همون تعبیری دقیق تر صاد بود. کدوم یکی از اینها؟ همین مقوله رو ما در مورد ز هم داریم. ما در فارسی میگیم ز، همه میگیم ز. ز خواهر ر رو میگیم ز. ذال رو که خواهر دال هست اون رو هم ما میگیم ز. و باز وا رو که خواهر تا هست، ته دسته دار، ما در فارسی بهش میگیم ذی دسته دار. مثلا همون تا رو یک نقطه که روش بگذاریم مثل کلمه ظاهر، این رو ما در فارسی هم ز میخونیم. و یا کلمه ضاد رو، حتی ضاد رو ما در فارسی هم ز میخونیم. 4 حرف در فارسی، زای و ذال و ضاد و وا خواهر تا رو، هر 4 تا اینها رو ما در فارسی یک تلفظ داریم. به هم میگیم ز، همین رو میگیم ز. فرق هم نمیکنه برای ما، در تلفظ همه رو به یک شکل می‌نویسیم. همین مثال رو ما در کلمه ت هم داریم. حرف ت 2 نقطه و ت دسته دار، ما در فارسی به هر دو تا میگیم ت، اما در عربی فرق میکنه این مقوله. ما در زبان فارسی شبیه این رو ما برای قاف هم داریم، قاف و غین. قاف و غین، حرف غین همون خواهر عین و حرف قاف، این دوتا رو ما در فارسی هر دوتا رو میگیم غ، ما غین تلفظ میکنیم. قاف اصلا مخرجی به اسم قاف، مخرج قاف در فارسی ما همچین مخرجی نداریم. در فارسی مثلا ما میگیم غم، نمیگیم قم، میگیم غم. و قاف رو غین تلفظ میکنیم. ما در فارسی هر چی که قاف هم باشه یا غین هم که باشه همه رو غین تلفظ میکنیم. همه میگیم غ. همین حکایت رو ما در فارسی باز برای حرف ه داریم. حرف ه جیمی و ه 2 چشم، ما در فارسی برای هر دو تا میگیم ه و فرقی نمیکنه. مثلا میگیم حمید، میگیم حمید. همون ه 2 چشم رو، مخرج ه 2 چشم رو برای ه حلقی هم استفاده میکنیم، در حالی که در عربی این گونه نیست، مخارج با هم فرق میکنه. همین مخرج رو ما، همین مشکل رو در حرف عین و همزه داریم. ما در فارسی برای هر دو تا میگیم اما در عربی این متفاوت هست. ما در عربی برای هر حرف یک مخرج خاص داریم. 28 حرف در عربی هست که برای هر کدام یک مخرج خاص داریم. مثلا ما برای ذال یک مخرج خاص داریم. ذال رو ذا تلفظ میکنیم، ذا نمیگیم زا. و ریزه‌ای رو مخرج، یکی از مخارج، اون مخرجی که ما در فارسی داریم این مخرج در عربی هم هست. مخرجی که در فارسی برای این حروف استفاده میکنیم در عربی هم هست، اما فقط برای یک حرف. ما در فارسی برای 2 حرف، 3 حرف و احیانا مثل زا برای 4 حرف استفاده میکنیم، اما در عربی این حرف، اونی که در فارسی ما تلفظ میکنیم، فقط یکی از اون حروف رو در عربی به این شکل تلفظ میکنن. مثلا ما در کلمه زا، ما در فارسی به همین چی میگیم ز، اما این ز در عربی فقط برای ز خواهر ر استفاده میشه. دیگه برای کلمه وا مثلا خواهر تا دیگه نمیگن ز، نمیگن ظاهر، میگن ظاهر.
ظاهر. یا مثلا ما در تلفظ کلمه ذال اونجا نمیگیم دیگه زا، میگیم ذال. و مرزپوزش همین حکایت ما برای ضاد هست. کلمه ضاد رو ما مثلا در فارسی میگیم ضرر، طرف ضرر کرد با ز تلفظش میکنیم. کلمه ضاد رو ز تلفظ میکنیم. در فارسی ما میگیم ضرر کرد، نمیگیم ضرر کرد، میگیم ضرر کرد. این تفاوت بین مخارج حروف هست که باید مد نظر ما باشه. یک از مقوله هایی که در موضوع تجوید مد نظر ما هست و انشاءالله به تفصیل بیشتری در این باب صحبت خواهیم کرد، موضوع تفاوت مخارج حروف و نحوه تلفظ حروف در زبان عربی است با تفاوتش در زبان فارسی. پس خلاصه موضوع این به یک پیش درآمد و یک مقدمه فقط عرض کردم خدمت شما عزیزان که ما در فارسی حروفی که شبیه هم هستن، مخارجی که مشترک هستن رو ما همه رو به یک شکل تلفظ میکنیم اما در نوشتن فرق میکنه. شاید تا حالا این سوال برای بعضی از عزیزانم ایجاد شده باشه، خب چرا ما مثلا سه رو همه رو سه با سین نمی نویسیم، مثلا یکی رو با ث می نویسیم، مثلا سه نقطه رو با در عربی سه تلفظ میکنیم اما در فارسی سه تلفظ میکنیم، چرا صاد رو هم سه نمی نویسیم؟ همه وقتی مخرجش یکی است، وقتی نحوه تلفظ یکی است، همه رو به یک شکل بنویسیم. این به این خاطر است که در اصل این کلمات عربی هستند که اینها مخارج خاص خود رو دارن در زبان عربی و چون در فارسی ما اون مخارج رو دقت نمی کنیم و تلفظ نمی کنیم، احساس می کنیم که همه اینو یک چیز است. نه، اینها با هم تفاوت داره و در زبان عربی کسی که بین این مخارج حتی در تکلم خارج از موضوع حتی بحث تلاوت قرآن کریم، یک شخص عربی وقتی که میخواد عربی صحبت بکنه، اگر این مخارج حروف رو رعایت نکنه، یعنی بین مثلا زا و ذال و ضا و ضاد، بین این مخارج این چهار تا تفاوت قائل نشه، ملامت میشه و حتی شاید اون رو بهش دوربریا بخندن که حتی بهش بگن هنوز فرق بین این و اون رو هم یاد نگرفته. و این از ابجدیات است در زبان عربی که یک کسی که بخواد متصف بشه به صفت فصاحت و بلاغت، یکی از شروطش این است که مخارج حروف رو باید خوب بلد باشه که چگونه ادا بکنه. این موضوعی است که ان شاءالله به تفصیل درباره هر کدوم از این حروف ما باید صحبت بکنیم بعد از معرفی مخارج حروف و بحث زبانها و بحث دندانها، معرفی دندانها و زبان و اقسامش و خود صفات و مخارج خود حروف و مخارجشون و صفاتشون. این موضوعاتی است که ان شاءالله به تفصیل با همراه شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اینکه به این موضوع وارد بشیم، یک موضوع دیگری رو که بین روخانی و تجوید هست، به اصطلاح مشترک هست بین هر دوی اینها و حالا چه در زمان روخانی بارها هم تکرار کردیم، من فقط این رو مختصرا ذکر میکنم که دیگه در جلسات بعدی نیازی نباشه ما این رو ذکر بکنیم. قواعدی هست که در روخانی هم این رو میتونیم جزء قواعدهای روخانی هم ذکر بکنیم و جزء قواعد تجوید هم حساب میشه. احکام نون ساکن هست، احکام نون ساکن که نون ساکن چه موقعی خودش خوانده میشه نون خوانده میشه و چه موقعی این نون ساکن نون تلفظ نمیشه یا تبدیل میشه به حرف دیگری. همون 4 قاعده مشهوری که حتما بارها و بارها این رو شنیدید در این برنامه. این 4 قاعده قبل از اینکه این صفحه رو شروع بکنیم به مرور ترجمه و مرور روخانی این صفحه، به همراه شما عزیزان یک بار دیگر این رو مرور میکنیم. ما در تلاوت قرآن کریم هر جایی که حرف نون ساکن مشاهده کردیم، یعنی نونی که روش یک علامت ساکن باشه و چه بسا که این علامت ساکن نوشته نمیشه، در مصحف عثمان طاها بهش میرسیم، این علامت نون ساکن و یا تنوین رو هم حتما عزیزان میدانند که تنوین همان نون ساکن است. تنوین همان نون ساکنی هست که در پایان نون ساکنی هست که در پایان یک جمله یا یک کلمه قرار گرفته، نون ساکنی که پایان یک کلمه بوده و به خاطر تخفیف در نوشته آن نون ساکن حذف میشه و به جای اون یک علامت فتحه‌ای
بر فتحه ما قبل اضافه میشه، یا کسره بر کسره ما قبل اضافه میشه، یا ضمه بر ضمه ما قبلش. اگر ما قبلش فتحه باشه یک فتحه اضافه میشه به فتحه ما قبل که دو تا علامت فتحه روی هم قرار میگیره میشه تنوین. و یا اینکه اگر کسره باشه یک کسره به کسره ما قبل اضافه میشه، دو تا کسره میشه تنوین ان. و اگر ضمه ما قبل از نون ساکن بوده باشه اون ضمه نون حذف میشه، نون ساکن روی اون ضمه ما قبل یک ضمه دیگر هم گذاشته میشه و این تنوین اون یا تنوین رفع به اصطلاح عربیش گفته میشه. پس هر جا علامت تنوین دیدیم در اصل نون ساکنی بوده که حذف شده و به خاطر اینکه در نوشتن ما اون رو ننویسیم اون رو حذف کردیم و چون حذف کردیم باید یک علامتی میگذاشتیم که دلالت بکنه بر حذف آن نون ساکن. همین علامت، اون علامت چی است؟ همون فتحه اضافی یا کسره اضافی یا ضمه اضافی هست. اگر جایی دو تا فتحه روی هم دیدیم یا دو تا کسره کنار هم یا دو تا ضمه کنار هم، اون ضمه دوم یا فتحه و کسره دوم دلالت بر حذف آن نون ساکن میکنه. به تعبیر ساده تر ما دو تا فتحه با هم یا دو تا کسره با هم یا دو تا ضمه با هم رو بهش میگیم تنوین. هر جا نون ساکنی دیدیم یا تنوین که در اصل همان نون ساکن بوده، یکی از 4 قاعده‌ای که الان ذکر میکنیم اجرا میشه. اینها رو عزیزان اگر ننوشتید بنویسید، عزیزانی هم که بلد هستن برای تکرار مکررات مفید خواهد بود. قاعده اولی که اجرا میشه در این احکام، ما هر جا نون ساکن دیدیم بلا استثناء در تلاوت قرآن کریم، هر جا شما نون ساکن و یا تنوینی دیدید باید یکی از این 4 قاعده رو اجرا کنید. اگر قاعده اول، اگر بعد از نون ساکن یا تنوین حرف با بود، یعنی بعد از نون ساکن یا تنوین حرف بعد ب بود، بدون اینکه نگاه بکنید که علامت ب چی هست، مهم نیست که علامت ب چی باشه، خود تنوین بعدش یا نون ساکن بعدش ب قرار گرفت، در این حالت ما نون ساکن رو نون تلفظ نمی کنیم دیگر. نون ساکن نون تلفظ نمیشه، بلکه نون تبدیل میشه به میم. نون تبدیل میشه به حرف میم. مثلا مثال ساده ترش کلمه من بعد، مثلا من بعد، اگر الان اینجا دقت بکنید کلمه من نون ساکنه من و بعد از نون ساکن کلمه بعدی با حرف با شروع شده، بعد ب. الان نون ساکن بعدش با قرار میگیره. ما چه کار میکنیم در این مثال؟ میایم نون رو به جای اینکه نون تلفظ بکنیم، هر جا نون ساکن یا تنوین بعدش با قرار گرفت نون تبدیل میشه به میم. به جای اینکه نون تلفظ بکنیم به جای حرف نون میم میگذاریم و میم میخوانیم. چرا؟ به خاطر راحت تلفظ شدن، به خاطر راحت تر تلفظ کردن، فقط به همین خاطر که ما راحت تر تلفظ بکنیم به جای نون میم تلفظ میکنیم. و این مقدار ما در فارسی هم داریم. مثلا کلمه زنبور، زنبور ما در فارسی کسی نمیگه زنبور، زنبور میگیم زنبور، زنبور، به جای نون میم تلفظ میکنیم. این تعبیر ما در فارسی هم این قاعده رو استفاده میکنیم. این قاعده اول، هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین با قرار گرفت حرف با، ما آن نون ساکن و یا تنوین رو میم تلفظ میکنیم و این قاعده رو اسمش رو میگذاریم اقلاب. اقلاب با قاف، اقلاب یا قلب به میم. اقلاب، اقلاب یعنی از کلمه قلب گرفته شده، یعنی دگرگون شدن، تغییر، چون ما نون رو تبدیل کردیم و تغییر دادیم به میم. این قاعده اول. قاعده اول پس شد قاعده اقلاب. این عزیزان دقت بکنید که دیگه بیشتر از این ما شاید در جلسات آینده دیگه فقط اشاره به اسم قاعده بکنیم و گذر کنیم، توضیحات رو تکرار نکنیم، چون اگه قرار باشه در هر برنامه ما اینا رو توضیح بدیم دیگه وقت برنامه به قواعد دیگر نمیرسیم. قاعده اول قاعده اقلاب، بعد از نون ساکن یا تنوین هر وقت حرف با آمد نون میم تلفظ میشه. این یک. دوم، هر وقت بعد از همین نون ساکن و یا تنوین که در اصل نون ساکن بوده است یکی از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون، تکرار میکنم، یا، را، میم، لام، واو
و نون که اگر اینها رو سر هم بنویسیم بچسبانیم به هم، کلمه یرملون درست خواهد شد. این کلمه رو به خاطر بسپارید. کلمه یرملون رو به خاطر بسپارید. این رمز این حروف هست، در ذهن شما خواهد ماند. یرملون، ی، را، میم، لام، واو و نون. هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این حروف قرار گرفت، یکی از این 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون، آن وقت نون ساکن و یا تنوین تبدیل خواهد شد به حرف ما بعدش. هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرف یا، را، میم، لام، نون و واو یا یرملون قرار گرفت، آن هنگام نون و یا تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعد، یعنی اینکه حرف ما بعد تشدید میگیره و این حرف نون حذف میشه. این قاعده دوم رو ما بهش میگیم قاعده ادغام. قاعده دومی. مثلا کلمه من یؤمنو، الان بعد از نون ساکن یا قرار گرفته که یکی از این 6 حرف هست، نون تبدیل میشه به حرف ما بعدش که یا هست و چی تلفظ میشه؟ میگیم می یؤمنو، نمیگیم من یؤمنو، میگیم می یؤمنو. به جای نون یک یای ساکن میگذاریم. می یؤمنو سر جای خودش هست، فقط نون تبدیل میشه به یا، حرف بعدیش می یؤمنو. یا من ربکم، اینجا نون بعدش حرف را قرار گرفته. بعد از نون حرف را قرار گرفته، الان ما این نون رو باید تبدیل کنیم به حرف را و نه باید نون تلفظ بکنیم. نون رو ر تلفظ میکنیم. مر ربکم. این نحوه تلفظ این قاعده است. و مثلا من کلمه من لدن، بازم همین قاعده اجرا میشه. نون تبدیل میشه به لام، میشه مل لدن. نمیگیم من لدن، میگیم مل لدن. این قاعده دوم. هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یک از حروف یرملون قرار گرفت، یا، را، میم، لام، واو، نون، آن وقت نون ساکن یا تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعد. این رو میگفتیم ادغام، یعنی دغم کردن، یعنی یک چیزی رو در یک چیز دیگری داخل کردن. نون داخل میشد در حرف ما بعدش و تبدیل میشد در حرف ما بعدش. قاعده اقلاب، قاعده ادغام، قاعده دوم. قاعده سوم اسمش هست اظهار با ظا خواهر تا و هی دو چشم. اظهار از کلمه ظاهر گرفته شده، یعنی ظاهر کردن. قاعده اظهار یعنی ظاهر کردن. ظاهر کردن یعنی چی؟ یعنی در این حالت تنها حالتی است که نون ساکن و یا تنوین همون گونه‌ای که هستن ظاهر میشن و تلفظ میشن. یعنی نون ساکن همون نون ساکن تلفظ میشه و تنوین هم همون نون ساکن تلفظ میشه. این قاعده چی است؟ هر وقت بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از 6 حرفی که از حلق ادا میشه قرار گرفتن، آن وقت چون ادا کردن نون از مخرج خودش آسان هست، ما نون رو از مخرج خودش ادا میکنیم. در دو حالت گذشته مشکل بود، چون اون حروفی که بعدش قرار میگرفتن در مخرج نزدیکش بودن، مشکل بود ادا کردنش. این تغییر و تبدیلات رو به خاطر این انجام داده بودیم. اینها رو وقتی که مخارج حروف گفته بشه باز انشاءالله بهتر متوجه میشید عزیزان که چرا تبدیل میکنه. در قاعده اظهار هر وقت یکی از 6 حرف حلقی که از حلق ادا میشن بعد از نون ساکن یا تنوین قرار گرفت، آن موقع نون خود نون ساکن ادا میشه. نون ساکن میشه. مثلا در حالا 6 حرف حلقی رو ذکر بکنیم تا باز مثال برسیم. 6 حرف حلقی: همزه و ها، عین و ها، این هی دوم هی جیمی است. همزه و ها هی دو چشم، عین و ها هی جیمی، غین و خا. همزه و ها، عین و ها، غین و خا. اینو به همین شکل حفظ کنید که کمی وزن داره، شعری و در ذهنشون میمانه. همزه و ها، عین و ها، غین و خا. این 6 حرف اگر بعد از نون ساکن یا تنوین قرار گرفتن، آن وقت نون ساکن یا تنوین از مخرج خودش ادا میشه و به تعبیری ظاهر میشه از مخرج خودش و به همین خاطر به این قاعده میگیم قاعده اظهار. قاعده سوم. قاعده اول اقلاب بود، بعد از نون ساکن یا تنوین به قرار میگرفت، نون یا نون ساکن یا تنوین تبدیل به میم میشد. قاعده دوم قاعده ادغام،
بعد از نون ساکن یا تنوین حروف یرملون قرار می گرفت که نون ساکن و تنوین در این حالت به حرف ما بعد تبدیل می شد. قاعده سوم اظهار بود که در این حالت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف حلقی همزه و ها، عین و ها، غین و خا قرار می گرفت و نون و یا تنوین از مخرج خودش ادا می شد. قاعده آخر اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین این سه دسته اولی نبود، اون موقع قاعده چهارم اجرا میشه. یعنی بعد از نون ساکن یا تنوین ب نبود، حروف یرملون هم نبود، حروف حلقی هم نبود، آن موقع این سه قاعده اجرا نمیشه. یعنی اینکه این سه قاعده اقلاب و قاعده ادغام و اظهار اجرا نمیشه، پس قاعده چهارم اجرا میشه. یه قاعده که باقی مانده قواعد هست، آخرین قاعده اجرا میشه که اخفا نامیده میشه. قاعده اخفا همونجوری که از اسمش مشخص است، یعنی مخفی شدن، مخفی کردن. اخفا یعنی مخفی کردن. این قاعده هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین نه با باشه، نه حروف یرملون باشه و نه حروف حلقی، آن موقع حرف‌های دیگری که هستن همه اون حروف غیر از این 13 حرف، غیر از با و یرملون و حروف حلقی، هر حرف دیگری که آمد که 15 حرف باقی میمانه دیگر غیر از اینها، اون موقع ما در حروف اخفا میایم چیکار میکنیم؟ نون رو مخفی میکنیم، مخرجش رو، به جای اینکه از دهان و از برخورد زبان با حنک علیا اتفاق بیفته مخرج نون، اون موقع میریم این رو از بینی ادا میکنیم. از بینی ادا میکنیم. مثلا کلمه من کم، من کم رو نمیخونیم من کم. الان بعد از نون ساکن من کم، کاف نه از حروف یرملون هست، نه از حروف حلقی و نه با هست، اینجا اخفا میشه. نون از بینی ادا میشه به همراه توقف، مقداری توقف در هنگام ادا از بینی. من کم، من کم، من کم، این رو میگیم اخفا. اینو در مثال ها بهش میرسیم. مثال اظهار رو هم فراموش کردیم بگیم. مثلا کلمه من آمنه، من آمنه، اینجا بعد از نون کلمه آمنه الف آمده و این رو ما میگیم همون مخرج نون ادا میشه. در سوره حمد هم داریم ان عمت، ان عمت علیهم، ان عمت، نون بعدش عین آمده، نون اینجا از مخرج خودش ادا میشه، ان عمت. در مثال ها انشاءالله بهتر متوجه خواهیم شد. شروع میکنیم صفحه 23 از ابتدای آیه 146 به همراه شما عزیزان که روخانی این صفحه رو هم با سرعت بیشتری بریم تا فرصت بیشتری برای تلفن شما عزیزان هم باشه. در ابتدای صفحه این گونه میخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه. این الف علامتی که روی این میبینید، این علامت وصل است. این صاد نیمه صادی است. این رو هر جا که دیدید نشان از این داره که این الفی که هر وقت همچین علامتی روش بود، این رو بهش میگیم الف وصل که احکام خودش رو داره. این الف در هنگام وصل ما قبل به ما بعدش خوانده نمیشه. به همین خاطر بهش میگن الف وصل. یعنی اینکه این الف در هنگام وصل ما قبل به ما بعد خوانده نمیشه. اما هر وقت این الف در ابتدا قرار گرفت، به مانند این مثالی که الان ما داریم، هر وقت این الف در ابتدای تلاوت قرار گرفت، در ابتدای آیه یا در وسط آیه اما محل شروع تلاوت جدید ما، هر جا ما خواستیم تلاوت رو از کلمه آغاز بکنیم که در اون کلمه ابتدای اون کلمه الف وصل قرار داشت، چه کار باید بکنیم؟ باید به این یک حرکت بدیم. باید به این الف یک حرکتی ما بدیم. چه حرکتی به الف باید بدیم؟ این قاعده رو، این هم یک کمی نیاز به توضیح داره که باید توضیح بدیم خدمت عزیزان. مد نظر عزیزان باشه هرگاه الف وصل رو شما در ابتدای کلمه دیدید که آن کلمه مثل اینجا الف وصل در ابتدای این کلمه قرار گرفته، اگر بعد از الف وصل لام بود، بعد از الف وصل حرف لام قرار گرفت، تکرار میکنم، هر بعد از الف لام قرار گرفت، هرگاه بعد از الف وصل لام قرار گرفت، بلا استثناء بدون اینکه نگاه کنید که اون لام چه حرکتی داره، یک فتحه بین الف ما میدیم. این قاعده کنید.
هرگاه بعد از الف وصل لام قرار گرفت فتحه میگیره. به این راحت بعد از الف وصل هرگاه لام قرار گرفت فتحه میگیره. میشه اینجا مثلا الذین. خلاص. پس هرگاه بعد از الف وصل لام بود یک فتحه میدیم، صدای ا میگیره. یک. فقط در همین حالت فتحه میگیره. الف وصل فقط در یک حالت فتحه میگیره یا صدای ا میگیره. چه حالت؟ وقتی که بعد از الف متصل لام قرار داشته باشه. این لام چه خوانده شود چه خوانده نشود اون مهم نیست که خوانده بشه یا نشه. با مجرد اینکه لام قرار داشت الف فتحه میگیره. این یک. دوم، این الف وقتی که اگر لام نبود فتحه نمیگیره، اگر بعدش لام نبود فتحه نمیگیره، یا کسره میگیره یا ضمه میگیره. چه موقعی کسره میگیره چه موقعی ضمه؟ اگر بعد از الف وصل لام نبود نگاه میکنیم به حرف ما بعدش. بعد از الف وصل لام نبود حرفی هست که ساکن است، اون حرف نه، به اولین حرکتش نگاه میکنیم. اولین حرکت چی است؟ بعد از حرف ساکن اگر ضمه بود بهش ضمه میدیم، اگر کسره بود بهش کسره میدیم و اگر فتحه بود هم باز بهش کسره میدیم. فقط همین یک کمی جای دقت داره. الف وصل هر وقت بعدش لام اومد فتحه میگیره. خلاص. فقط در یک حالت فتحه میگیره وقتی که بعدش لام باشه. این یک. اگر بعدش لام نبود نگاه میکنیم اولین حرکت ما بعد الف چی است؟ حرف غالبا حرف بعدیش ساکنه، بعد ساکن چی است؟ اگر ضمه بود بهش ضمه میدیم، اگر کسره بود بهش کسره میدیم، اما اگر فتحه بود اون وقت دیگه بهش فتحه نمیدیم، چون فتحه مخصوص وقت است که بعدش لام باشه. اگر لام نداشت و اولین حرکت فتحه داشت اون موقع باز هم بهش کسره میدیم. برگردیم اینجا الان ما الف داریم بعدش لام داریم، به این فتحه میدیم، یک فتحه به این میدیم، این علامت این میشه ا. این لام این علامت تشدیده. تشدید در هر حرفی قرار گرفت به این معناست که اون حرف دو تا بوده، اولیش ساکن و دومی حرکت داشته. این حرکت فتحه مال لام دومی هست که سر جای خودش باقی مانده. این علامت تشدید نشانه و بیانگر حذف یک حرف ساکن است. لام ساکنی در ابتدا بوده که حذف شده، ما اون رو حذف کردیم به خاطر آسانی نوشته و این علامت تشدید رو گذاشتیم، یعنی شدت، یعنی که شما این علامتی که تشدید رو که دیدید حرف زیریش رو شدت بدید، یعنی دو بار بخوانید. این اصل قاعده تشدیده. اما هر حرفی یک قاعده کلی، برای اینکه ما راحت‌تر بدونیم که چه موقع تشدید رو چطور بخوانیم، همیشه تشدید رو شما یک بار به همراه حرف آخرین حرکت ما قبل میخوانید، یک بار به تنهایی با آن حرفی که حرکتی که خودش داره. اینجا الف وصل رو ما همزه صدای فتحه بهش میدیم و میچسبونیم به لام. ل تا اینجا الذین ذی کسره، این علامت کسره است، هر جا که قرار گرفت زیر هر حرفی قرار بگیره صدای ا میگیره. این علامت کسره است. هر وقت بعد از کسره یا آمد، هر وقت بعد از کسره یا آمد، از اونجایی که این حرف یا نزدیکترین حرف به مخرج به حرکت کسره هست، کسره تقویت میشه، صدای ای میگیره، دیگه نمیشه ا، میشه ای. کسره به تنهایی صدای ا میده. الذ، اگر این یا نبود میشد الذ، اما چون این یا هست دیگه نمیشه الذ، میشه الذی. ذی کشیده میشه، تقویت میشه کسره. الذین الذین. این شیش کوچک در عربی بهش میگن همزه. این همزه صدای فتحه داره، میشه ا. اما هرگاه بعد از علامت فتحه حرکت فتحه، بعد از این حرکت فتحه شما الف دیدید، بعد از فتحه هر وقت الف قرار گرفت، آن حرفی که فتحه روی اون قرار گرفته صدای آ میگیره. عین این اتفاقی که اینجا افتاد، هر وقت بعد از کسره یا آمد تقویت شد میشه ای، هر وقت بعد از فتحه الف آمد تقویت میشه آ.
آ میشه، پر میشه، پر نمیشه. حالا این رو توضیح میدم که کی پر میشه کی پر نمیشه. الذین، اینجا دیگه نمیگیم اتیناهم، نه، صدای آ میگیره. یک قاعده دیگه هم مد نظر عزیزان باشه، ما در هنگامی که فتحه روی حرفی آمد و بعد از فتحه الف آمد، صدای آ میگیره دیگه. اون حرفی که روش فتحه هست صدای آ میگیره. اما این آ به دو شکل تلفظ میشه، آ آ. دهان بعضی وقتا به این ور باز میشه، بعضی وقتا به سمت بالا آ. چه موقع میشه، چه موقع آ میشه، چه موقع افقی باز میشه دهان، چه موقع عمودی باز میشه. هر وقت اون حرفی که فتحه داره و بعد از اون الف قرار گرفته یکی از 8 حرفی بود که الان ذکر میکنم، از این 8 حرف اگر بود، آن وقت صدا آ میشه، یعنی اصطلاحی تعبیر ساده تر پر خوانده میشه. صاد، ضاد، تا، وا، غین و قاف و خا و را. یک بار دیگه، صاد و ضاد، تا و ضا. این 4 تا که پشت سر هم در الفبا آسانه. صاد، ضاد، تا، ضا، غین و قاف. این نقطه دارا فقط. صاد و ضاد و تا و ضا و غین و قاف و خا و را. 8 حرف. صاد، ضاد، تا، ضا، غین و قاف و خا و را. این 8 حرف هر وقت صدای فتحه داشتن و بعد از این حروف الف قرار گرفت، آن وقت این حروف صدای آ میگیرند و پر خوانده میشوند. مثلا نمیگیم خائفین، مثلا میگیم خائفین. نمیگیم مثلا صابرین، میگیم صابرین. یا نمیگیم ظاهر، میگیم ظاهر. نمیگیم قاهر، میگیم قاهر. این رو دقت کنید. الان اینجا این همزه از اون 8 حرف نیست. این همزه از اون 8 حرف نیست. نمیگیم الذین آتیناهم، نه، آتیناهم، الذین نه. اینجا هم باز همین اینو که تمام شد فتحه داره. این علامت ساکن است. هر جا که دیدید این علامت ساکن است، یعنی این حرف از خود حرکتی ندارد و نیاز به حرکت ما قبل دارد. قاعده خواندن ساکن مثل تشدیده. تشدید و ساکن یک قاعده خواندن دارن، همیشه تشدید و ساکن رو، چون تشدید هم در اصل همون ساکن بوده دیگه، 2 تا حرف یک جنس بوده که اولی ساکن بوده دومی متحرک. هرگاه ساکنی رو دیدید شما برای خواندن ساکن از آخرین حرکت ما قبل کمک میگیریم. آخرین حرکت ما قبل رو میچسبونیم به حرفی که ساکن داره. تی، تی. خب نون فتحه داره، بعدش الف قرار گرفته. این الف کوچک به خاطر زیبایی نوشته است، وگرنه در اصل این هم به همین اندازه فرقی نمیکنه الف بزرگ باشه یا الف کوچکی باشه. الف الفه، به خاطر زیبایی نوشته اینجا به این شکل نوشته شده. اما بعد از فتحه الف قرار گرفته، این صدای آ میگیره، چون نون، این نونی که اینجا هست، این نون از آن 8 حرف نیست، پر خوانده نمی شود. تی نه، نمیگیم نا، نه، نا، نه، تی نه همو. تا اینجا تی نه همو. این صدای ضمه هست، این علامت ضمه هست. هر جا رو هر حرفی قرار گرفت صدای او میده، نه او نشه. آتیناهم، الذین آتیناهم. این الف وصل در هنگام وصل حذف میشه. این لام ساکنه نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. این الف که حرکتی نداره، از ضمه میم کمک میگیریم، میچسبونیم به لام. آتیناهم الکتاب، فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. ت از اون 8 حرف نیست که پر خوانده بشه، پر خوانده نمیشه. کتاب، آتیناهم الکتاب یعرفو. اینجا دقت کنید، بعد از ضمه حرف واو قرار گرفته. هرگاه بعد از ضمه حرف واو قرار گرفت، آن ضمه کشیده میشه، تقویت میشه. ما تا اینجا از ابتدای این خط 3 تا شبیه این داشتیم. گفتیم فتحه و کسره و ضمه. اونجا فتحه رو گفتیم و کسره و
اینجا هم ضمه است. در همین ابتدای آیه داشتیم، ببینیم با هم از ابتدا. الذین، اینجا بعد از کسره صدای، هر وقت بعد از کسره یا آمد اون کسره میشه ای، بعد از فتح الف آمد میشه آ، حالا اون پرخوندن و باریک خوندن به جای خود. و اینجا هم بعد از ضمه صدای واو، حرف واو آمده و تقویت میشه، دیگه نمیشه یعرفو، یعرفو میشه، اینجا صدا کشیده میشه یعرفو، نه هو. اینجا هم همینطور، الان ه ضمه داره و یک واو اینجا قرار گرفته. چون این واو قرار گرفته بعد از ضمه صدای او میگیره. ما اینجا الان صدای او تلفظ میکنیم، یعرفو نهو، یعرفو نهو. اگر این واو کوچک اینجا نبود، اگر این واو نبود میشد یعرفو نهو، یعرفو نهو. چون این واو آمده میشه یعرفو نهو، یعرفو نهو. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما، میم فتح بعدش الف صدای آ میگیره اما پر خوانده نمیشه چون میم از آن 8 حرف نیست. کما یعرفون، یعرفو ضمه بعدش واو صدای او میگیره، یعرفون کما یعرفون اب. روی یه قاعده دیگه هم عزیزان دقت کنید. قاعده ای ما داریم به اسم قلقله با قاف، قلقله یعنی لرزیدن. این قاعده درباره حروف ساکن هست فقط. قاعده نون ساکن، اون 4 قاعده احکام نون ساکن تمام شده. هر وقت در حروف ساکن 5 حرفی که 5 حرف رو مد نظرتون باشه، اینها اگر ساکن بودن، قاعده ساکن اینه، ساکن یعنی بی حرکت، یعنی در هنگام تلفظ این حرف که ساکن هست شما نباید هیچ حرکتی به این حرف بدید. یعنی باید دقیقاً مثل چی؟ هم برگردیم مثالش رو در همین کلمه یا نگاه کنید، این رو یا هیچ حرکتی نباید بهش داد، نشه یا ای یا، این یعنی ساکن. اما حروفی هستن 5 حرف هستن که در هنگام تلفظ اینها وقتی که ساکن باشند مقداری در تلفظ اینها، ما در تلفظ این حرف از مخرج خود مقداری اون رو میلرزانیم، نه که به اون حرکت بدیم، مقداری لرزش داره. 5 حرف هستن، قاف، تا، با، جیم، دال. چرا مرتب نگفتیم؟ چون اینو اگه بهم چسبونده بشه کلمه میشه. قطب، جد، قطب، جد. کلمه قطب و جد این 5 حرف در این 2 کلمه جا میشه. قطب، جد. قاف، تا، با، جیم، دال سر هم نوشته بشه به هم بچسبه میشه قطب جد. این یادتون باشه، این 5 حرف، این 2 تا تعبیر یادتون باشه، قطب جد یادتون میمونه. این 5 حرف اگر ساکن بودند در هنگام تلفظ مقداری در مخرج میلرزن. مثال ببینیم، همین مثالی که اینجا داشتیم. الان اینجا با ساکن هست، حرف با ساکن هست. ما برای تلفظ حرف با نمیگیم اب، یعرفون اب، نه اب، مستقیم صدا رو قطع نمی کنیم، مقداری میلرزانیم. اب زیاد هم نشه اب که کسره بگیره. اب مقداری میلرزه در مخرج. اب. خب کلمه نون فتحه داره، بعدش الف صدای آ میگیره و چون نون از آن 8 حرف نیست باریک خوانده میشه. ابنه نمیشه ابنا، ابنه. این علامت در عربی بهش میگن مد. ما در فارسی میگیم کلاه الف، الف آی با کلاه، این در روی الف گذاشته میشه. این علامت مد هست، یعنی کشیدن. مد یعنی کشیدن. این علامت مد روی الف و واو و یا قرار میگیره، فقط روی این 3 حرف قرار میگیره و هر جا که آمد یعنی باید کشیده بشه. مد یعنی باید کشیده بشه این صدا. فعلا به اندازه بستن 3 تا انگشت انشاءالله در جلسه بعدی درباره احکام مد صحبت خواهیم کرد که چه موقعی ما میتونیم که چند حرکت بکشیم این مدها رو. باز هر کدومش تقسیم بندی هایی داره که در چه وقت‌هایی ما اجازه داریم چند تا بکشیم، چه وقت‌هایی اجازه داریم که اصلا نکشیم.
این مد رو و جاهایی هست که الزاماً باید کشیده بشه مد، مثل اینجا که بهش میگیم مد متصل و 3 حرکت کشیده میشه حتما به اندازه بستن 3 تا انگشتی. در حالت عادی به این شکل ما این رو میکشیم، مثلا ابنا، این 3 تا که رفت 3 تا انگشتتون رو در حالت عادی که ببندید، این اندازه کشیدن این مدهایی است که متصل هست. این انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدم. الان اینجا ما اینو میکشیم ابناءهم، هم ابناءهم. این هر علامتی که اینجا میبینید در پایان خط یک صاد هست با یک لی، سلی، سلا، هر کدومی که تلفظ بشه مهم نیست. این یعنی وصل، این صاد مخفف وصل هست، لی مخفف اولا. سلا تعبیر جالبتری است، بخونیم صاد یعنی وصل، لام مخفف اولاست یعنی وصل کردن اولاست. اینجا وصل کردن اولاست یعنی اینکه اگر شما اینجا نیستید و ادامه بدید تلاوت رو بهتر هست، اما اگر کسی ایستاد و تلاوت رو از بعد از اینم ادامه داد هیچ اشکالی ندارد، چون اینجا لحاظ معنایی به هم مرتبط هستن. این علامت گذاشته شد. خط بعدی و این ما در تلفظ نون مشدد، این نون مشدد یک قاعده داریم به اسم غنه، غنه با غین، غنه که میم تشدید دار، فقط مال 2 تا حرفه، میم و نون. وقتی که تشدید داشتن اینها رو روی اینها ما مقداری مکس میکنیم، روی اینها مقداری مکس میکنیم و مقداری از بینی صدا ادا میشه، اینو بهش میگیم غنه. ان، نمیگیم ان، سری رد نمیشیم، روش مقداری مکس میکنیم، صدا رو نگه میداریم. ان و ان. خب بریم بعدی. ری، کسر بعدش یا صدای ای میگیره، فری، فری، به خاطر این کسری که بعدش یا آمد. فری قن. الان ما رسیدیم اینجا به این تمرین. خب در این تمرین، بعد از تمرین ما چه داریم؟ این که فتحه است، 2 تا فتحه روی هم گفتیم دیگه، 2 تا فتحه روی هم یعنی تنوین، یعنی این علامت فتحه دوم یک نون ساکنی بوده در اصل که حذف شده. بعد از تنوین میم آمده. کدام قاعده اجرا میشه از اون 4 قاعده که گفتیم؟ میم از روفی مرون. قاعده دوم ادغام میشه، یعنی این تنوین نون ساکن باید میم تلفظ بشه. به همین خاطر این میم رو شیخ عثمان طه خطات این کتاب تشدید گذاشته. ما اینجا دیگه نمیگیم فریقا منهم، در جا این تنوین رو تبدیل به میم میکنیم، به جای این تنوین میم تلفظ میکنیم، میگیم فریقم، فریقم من هم، فریقم. میم هم چون تشدید داره به مانند نون تشدید دار، اینجا چون میم تشدید پیدا کرده غنه میشه. فری یعنی بینی، صدا رو نگه میداریم از بینی. فریقم منهم. اینجا نون ساکن بعدش ها آمده. اینجا در این قاعده بعد از تنوین میم آمد، حرف یرملون، قاعده دوم ادغام اجرا شد. اما اینجا بعد از نون حرف حلقی آمده، قاعده سوم یعنی اظهار، قاعده اظهار یعنی ظاهر میشه، قاعده اظهار اجرا میشه. من هم، دقت کنید که نون حرکت نکنه. من هم. بعضی از عزیزان در هنگام تلاوت و تلفظ نون مقدار بهش حرکت میدن، میگن من هم، فریقم من هم. نه، فریقم من هم، من هم. به خاطر اینکه ساکن رو بهتر تلفظ کنید، همین که به مخرج نون میرسیم توقف میکنیم. من هم، حتی میم هم من هم، همه نشه، من هم. بعضی از عزیزان این گونه میکنن، من هم، میم رو هم اینجا قلقله میکنن. و ان فریقا منهم لا یکتمون، لا یکتمون. الف در هنگام وصل خوانده نمیشه، لام ساکن است، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، فتحه این نون میچسبه به لام. لا یکتمون الحق، حق و هم یعلمون. هرگاه ما در آخر کلمه ایستادیم، یعنی توقف کردیم، چه در آخر آیه باشه اون کلمه، چه در میان آیه، هرگاه توقف کردیم آخرین
آخرین حرف ساکن میشه، یعنی ساکن تلفظ میشه. هر حرکتی هم که داشت اون حرکت رو ما بر میداریم. اینجا چی میشه؟ و هم یعلمون. نون هیچ حرکتی نکنه. دقت کنید که نون هیچ حرکتی نباید داشته باشه. و هم یعلمون. این از آیه 146. این آیه وقت زیادی از ما گرفت چون تمام قواعد رو ما در این آیه توضیح دادیم. ان شاءالله به صورت بیشتر آیات بعدی رو میریم. این آیه رو از ابتدا میخونیم یک بار به همراه شما عزیزان. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. خب آیه بعدی الف در ابتدا بعدش لام اومده متصل بهش یک فتحه میدیم، الف وصل بعدش لام اومده فتحه میگیره. الحق حق. اینجا بعد از نون خط بعدی، اینجا بعد از نون ساکن، نون همیشه در مصحف عثمان طه شما حتی نونی که دید علامت نداره اون همون نون ساکن هست در اصل، به خاطر اینکه اینجا حذف میشه به اصطلاح نون تبدیل به حرف مابعد شده دیگه. ساکنش اینجا شیخ عثمان نگذاشته، حرف بعدی رو تشدید گذاشته که راحت‌تر انسان احساس بکنه که چطور خونده میشه. خب اینجا الان در این نون بعد از نون را آمده، یکی از حروف یرملون قاعده دوم یعنی ادغام اجرا میشه، نون تبدیل شده به را. نون اینجا تلفظ نمیشه، به جای نون ر تلفظ میشه. مر ربک مر ربک مر ربک. ل فتح بعدش الف، اینجا فتح بعدش الف صدای آ میگیره، لام صدای آ میگیره، چون لام از اون 8 حرف نیست پر خوانده نمیشه. فلا نمیشه فلا. فلا تکونن نون مشدد غنه میشه، مقداری روش مکس میکنیم. تکونن من. الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. الف چون ما قبل و ما بعدش تلاوت قبلش هم بوده بعدش هم الف در ما بین تلاوت حذف میشه. لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، فتحه نون میگیریم از اون. منل مم کسر ساکن از ما قبل کمک میگیره. منل مم تری کسر بعدش یا صدای ای میگیره. ممترین. نون در آخر اینجا ساکن میشه، نون در آخر ساکن میشه. بریم آیه بعدی باید با هم تلاوت میکنیم هر دوتا رو. و ل کل لن. الان اینجا هم تشدید داریم هم تنوین داریم. یعنی چی؟ تشدید یعنی این که این لام دوتاست. این لام در اصل یک لام ساکن بوده و یک لام مکسور کسره دار. خب اول لام رو تلفظ کنیم، یک بار باید ما قبل خوانده بشه کل. خب تا اینجا ل، اینم کسره لام کل ل. اما یک کسره دیگه هم اضافه شده اینجا که این همان کسره‌ایه که در ابتدای مبحث گفتیم. نون ساکنی بوده که حذف شده، نون ساکنی بعد از این لام بوده که حذف شده، به جای اون این کسره رو در زیر این کسره گذاشتن که در واقع ما میگیم تنوین بهش. دو تا کسره رو بهش میگیم تنوین ان یا همون تنوین جر. این الان لام هم تشدید داره یعنی باید دوبار خوانده بشه، هم بعدش یک نون داره. کل لن و لکل لن. این لام اول ببینید ساکنه، کل لام اول تمام شد، لام دوم کسره داره. ل یک نون ساکن هم آخر هست، بعد بچسب لام به اون. لن لکل لن و لکل لن تا اینجا. اما چون بعد از این تنوین ما گفتیم هر وقت که نون ساکن یا تنوینی آمد باید نگاه کنیم بعدش چیه که ما بدونیم که چطور باید بخوانیم این رو. بعد از نون اینجا بعد از تنوین یا همون نون ساکن یک واو آمده که از حروف یرملون هست. ما اینجا الزاماً باید آن نون ساکنی که اینجا بود رو تبدیل کنیم به حرف ما بعدش، یعنی واو. به جای این نون ساکن واو تلفظ میشه. این واو دوم سر جاش هست، کاری به اون نداره. پس میگیم ولی کل لو لو لو.
دیگه نمیگیم لن، چون این نون کسره که نمایندگی از نون میکرد تبدیل به واو میشه. ولکل وج. جیم هم از همون حروف ساکن و قطب جد هست که گفتیم در مخرج مقداری میلرزه در هنگام تلفظ. وج ها تون. این ضمه بعضی وقتا به این شکل نوشته میشه، بعضی وقتا دو تا ضمه میگیره. در هر دو حالت این تنوین هست. تا اینجا ولکل وجهتون، ولکل وجهتون. خب تنوین، بعد از تنوین چه حرفی قرار گرفته؟ یکی از اون 4 قاعده بعد اجرا بشه. بریم خط بعدی. بعد از تنوین ها آمده، یکی از حروف حلقی است. قاعده سوم اظهار، یعنی باید تنوین در پایان خط قبل از مخرج خودش ادا بشه. وجهتون ولکل. اینجا تنوین بعدش واو تبدیل شد نون به حرف بعد واوش، اما این تنوین در اون اتفاقی صورت نمیگیره، همون تنوین باقی میمانه چون حرف بعدش از حروف حلقی است. اینجا قاعده ادغام اجرا شد، اینجا قاعده اظهار. ولکل وجهتون. اینجا دیگه نمیگیم وجهتو، نه، ولکل وجهتون هو و. یک دقت بکنید اینجا هی دو چشم ضمه داره، بعدش هم واو آمده. شما جلوتر گفتی آقای سلیمانی، جلوتر گفتی که هر وقت بعد از ضمه واو آمد صدای او میگیره. چرا اینجا نمیگیم هو؟ هر وقت بعد از ضمه واو بی حرکتی اگر آمد، آن موقع صدای او میگیره. اگر حرکت داشت دیگه این الان خودش یک حرکت داره، این واو، این الان تقویت نمیکنه این رو، چون خودش هست، نیازی به این نداره. این الان نمیشه هو، میشه هو و. این یک شخصیت مستقله، این هم جدا برای خودش. اگر این نمی بود، این فتحه روی واو نمی بود، میشد چی؟ میشد هو. اگر این نمیشد میشد هو. اما چون این و فتحه هست دیگه این تأثیری در این ضمه نداره، این واو چون خودش یک حرکت مستقل داره میشه هو. ول واو لام نیاز به تشدید، نیاز با یک بار با ما قبل خوانده میشه، یک بار به تنهایی. مول لی. الان اینجا کسره بعدش یا آمده که هیچ حرکتی نداره، اینجا این یا تاثیر میگذاره در کسره، صدای ای میگیره. مول لی ها. فتح بعدش الف، صدای آ میگیره چون ها از آن 8 حرف نیست، پرخوانده نمیشه. مولی ها هو مولی ها. اینم که یعنی بس کردن بهتر است. فتح داره اما بعدش الف عادی نیست. اگر این علامت وصل روی این الف نمی بود میشد فا، اما چون این علامت وصل هست این الف کلا هیچ نقشی نداره در هنگام وصل ف و سین. سین نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، نیاز میگیره به این فا از فتح فا کمک میگیره، میشه فس. این الف اینجا هست میشه فس تا به قو. تا اینجا فس تا به قو. بریم جلوتر. احیانا شکل نوشتاری کلمه بعدی در خواندن کلمه قبلی تأثیر گذار هست. اینجا ببینیم فستبقوا، این الفی که روش علامت صفر هست هیچ وقت خوانده نمیشه. این علامت صفر روش میبینید یعنی این خوانده نمیشه، نوشته میشه خوانده نمیشه. مثل فارسی هم بعضی حروف رو مینویسیم ولی نمیخوانیم. الف علامت وصل داره، در وصل خوانده میشه. این الف هم حذف میشه، این الف هم حذف میشه. خب این لام ساکنه، نیاز به چی داره؟ گفتیم قاعده خواندن ساکن چه بود؟ آخرین حرکت ما قبل به کمکش میرسه. ساکن همیشه از آخرین حرکت ما قبل کمک میگیره. برگردیم ببینیم آخرین حرکت چیست؟ الف که حرکت نداره، اینم که خودش حذف شده. این واو هم حرکت نداره. قاف یک ضمه داره، ضمه قاف میچسبه به لام. فستبقوا قل. اینجا ببینید 3 حرف حذف شدن، واو، الف و الف. اینجا اگر اینها نمی بودن، یعنی این الخیرات کلمه بعدی نمی بود، این میشد فستبقوا، قو ضمه و واو میشد قو. چون اینجا ما الان نیاز داریم که این رو بچسبانیم به کلمه بعد، کلمه بعد ساکن نیاز به ما قبل داره برای خوانده شدن، دیگه اینجا واو هم هست میشه، قاف مستقیم میچسبه به لام. دیگه نمیگیم فستبقوا الخیرات، نه، فستبق انگار که اصلا این واو نیست. فستبقوا قل، فستبقوا خی ر فتحه داره، بعدش الف آمده،
صدای آ میگیره، را صدای آ میگیره و از آن 8 حرف هست صاد و ضاد و تا و ظا و غین و قاف و خا و را، اینجا پر خوانده میشه. فاستبقوا الخیرات، ت ساکن میشه، حرکت نگیره. جیم هم یعنی اینجا اجازه دارید وایستید، اجازه دارید حرکت بکنید، اجازه ایستادن هم هست، اجازه وقف و اجازه رفتن هم هست. کسی ایستاد، نه ایستاد ادامه داد مشکلی نیست. خیرات، دقت کنید که اینجا را پر خوانده شد. فاستبقوا الخیرات، نمیگیم خیرت، نه، فاستبقوا الخیرات. این ما نمیشه ما فتح بعدش الف صدای آ. اینما تکونو، کاف بعدش ضمه بعدش واو میشه او، اینجا هم همینطور این الف خوانده نمیشه. تکونو اینما تکونو یأت بکومو، تا اینجا الف در این گام بس خوانده نمیشه. لام اول حرکتی نداره. یک قاعده رو مد نظر داشته باشید عزیزان، در خواندن از روی مصحف عثمان طاها هر جا حرفی مشاهده کردید که این حرف علامت نداشت، هیچ علامتی نبود، مثل این لامی که اینجا هست، اگر از این 4 حرف واو، الف، لام و یا بود، تکرار میکنم، واو و الف و لام و یا، که اگر سر هم نوشته بشن و به هم بچسبن میشه والی، کلمه والی، حروف والی یا حروف ناخوانا. حروف والی ما بهشون میگیم حروف ناخوانا، واو و الف و لام و یا. اگر این 4 حرف رو شما بدون هیچ حرکتی دیدید، یعنی واو، الف، لام و یا، اینا خوانده نمیشن، اصلا خوانده نمیشن. واو و الف و لام و یا در هیچ حالتی اینا اگر هیچ علامتی نداشتن خوانده نمیشن، نوشته میشن اما خوانده نمیشن. فقط همین 4 حرفن که خوانده نمیشن. احیانا دیدیم نون هم نوشته چیز روش علامتی نیست، احیانا میم هم روش علامتی نمیذاره شیخ عثمان طاها، اما اونها به خاطر اتفاقاتی که روی اونها میفته و قواعد خودش رو داره، اونو دقت بکنید عزیزان. فقط همین 4 حرف اگر علامت نداشتن خوانده نمیشن، واو و الف و لام و یا، حروف والی. اینجا لام از اون حروف هست. اینجا این لام بعد از الف، این لام اول لفظ جلاله، لام خوانده نمیشه. لام دوم تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. واو چی میشه؟ میچسبه به لام وسط، بکمل. بعد از این لام یک فتحه داریم که یک الف مقدری داره، بکم الله هو. لفظ جلاله اگر ما قبلش ضمه بود مثل اینجا یا فتحه بود، آن وقت لفظ جلاله، لام لفظ جلاله پر خوانده میشه. مثلا چطور میشه؟ اینجا میگیم یأتی بکم الله، یأتی بکم الله، نمیگیم یأتی بکم الله، بکم الله. اگر ما قبل لفظ جلاله فتحه یا ضمه بود، چون اینا بالای حرف نوشته میشن خودشون بالا میره صدای لفظ و پر خوانده میشه. اگر ما قبل لفظ جلاله کسره بود، آن وقت باریک خوانده میشه، مثل بالله، بالله، نمیگیم بالله، بالله. این رو در مثال ها انشاءالله شاید داشته باشیم تو این صفحه بهش برسیم. خط بعدی یأتی بکم الله جمی، کسره بعدش یا صدای ای، جمی. اینجا رو دقت کنید که الان ما به یک قاعده رسیدیم. الان اینجا ما اجازه داریم، جیم یعنی جواز دارد، اجازه داریم که بایستیم یا وقف بکنیم و یا اینکه حرکت بکنیم بریم. در صورت ایستادن چه خوانده می شود این حرف؟ اگر اینجا ایستادیم جمی آ خوانده میشه. این تنوین ان اگر ایستادیم الف خوانده میشه. به همین خاطر این الف اینجا نوشته شد. اینجا میشه جمیع. اینم از اون 8 حرفی نیست که پر خوانده میشه، جمیع. خب اگر ایستادیم میشه جمیع. اگر ادامه دادیم چی میشه؟ اگر ادامه دادیم اینجا تنوین داریم، بعد از تنوین چه آمده؟ الف آمده، همزه آمده، از حروف حلقی است، یعنی باید اینجا اظهار صورت بگیره، یعنی تنوین رو باید اظهار کنیم. میشه چی؟ یأتی بکم الله جمیعا ان الله. اگر ادامه دادیم، اگر اینجا وقف کردیم میشه جمیعا.
اگر ادامه دادیم میشه جمیعا ان الله. خب بریم بعدی. ان الله لفظ جلاله پر خوانده میشه چون ما قبلش فتحه داره. ان الله لام فتحه دارد، بعد از لام الف آمده. این یا نوشته می شود اما الف بالای این سبب شده که الف خوانده بشه، مثل موسی، مثل عیسی. اینجا الا هم به همین شکل نوشته میشه، الا هم به همین شکل نوشته میشه، یا نوشته میشه اما الف بالاش که گذاشته شده الف خوانده میشه، یا خوانده نمیشه. الا لام بعدش الف فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. لام از حروف آن 8 حرفی که پر خوانده میشن نیست. علی نمیگیم علا، علی ان الله علی کل شی یا ساکنه شی این همزه کسره داره شی این کسره دوم که همان نون ساکن هست محذوف بوده که در مجموع تنوین رو تشکیل داده. نون ساکن داریم ما اینجا الان. شیئن این به تنهایی میشه شیئن، درسته؟ کسره و نون ساکن شیئن. خب بعد از نون ساکن ما چه داریم؟ قاف داریم. قاف از حروف حلقی نبود، از یرملون هم نیست، با هم نیست. پس اون سه قاعده اول اقلاب و ادغام و اظهار صورت نمیگیره. قاعده چهارم اخفا. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما الان برای ادای این نون ساکن که این کسره نمایندگی میکنه از آن، برای خواندن این نون ساکن آن را از مخرج خود ادا نمی کنیم و از بینی خارج می کنیم با مقداری مکس در هنگام خارج کردن. شیء قدیر، شیء اینجا دقت کنید نمیگیم شیء قدیر، شیء نمیگیم، شیء از بینی شیء قدی کسر بعدش یا صدای ای یایی حرکت نداره. قدیر را در آخر قرار گرفته ساکن میشه. دقت کنید تنوین اون این اگر اینجا ما وقف نکنیم، اگر تنوین وقف نمی کنیم میشد قدیرون، قدیرو یک نون ساکن هم که این واو دوم ضمه دوم دلالت از آن نون ساکن محذوف می کند میشد قدیرون اگر ادامه میدادیم. حالا بعدش دوباره باز قاعده بعدی هم اجرا میشد، بعد نگاه میکردیم چون قاعده اینجا قدیرون بعدش واو اومده ادغام میشه، یعنی کلا میشه قدیرو من. اما وای میستیم، همیشه در آخر آیت سعی کنید بیستید. دقت بکنید یک تفاوتی در این تنوین اون یا تنوین رفع بود با تنوین ان، تنوین نصب در ابتدای این خط. اینجا وقتی که ما وقف کردیم صدای آ گرفت در توقف، اما اینجا صدایی نگرفت، کلاً حذف شد. تنها در هنگام توقف فقط تنوین ان هست که صدای آ میگیره. جمیع نمیشه، جمیع نمیشه، یک الف اضافه میشه. اما تنوین اون و ان همون ساکن باقی میمانند. اجازه بدید که این دوتا آیه رو هم با هم تلاوتش رو داشته باشیم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. آیه بعدی و من نون ساکن بعدش ها آمده، از حروف حلقی است، اظهار میشه از مخرج خودش. و من جایی که اظهار میشه شیخ عثمان طاها این نون ساکن اظهار میشه، این سکونش رو قشنگ همینطور ظاهر کرده و گذاشته تا مشخص بشه. و من حیث خرجت فول لام تشدید داره، یک بار به همراه ما قبل خوانده میشه، یک بار تنها به همراه حرکت خودش. فول وجهک شطر. تا هم مثل جیم
از همون حروفی هست که در هنگامی که ساکن است در مخرج مقداری میلرزه. قطب جد اگر دقت کرده باشید 5 حرف بود، قاف تا به جیم دال قطب جد. شط رال الف خوانده نمیشه، را میچسبه به لام. شط رال مسجد دل الف خوانده نمیشه، دال میچسبه به لام. شطر المسجد الحرام. ر فتحه داره بعدش الف صدای آ میگیره و چون از آن 8 حرف هست پر خوانده میشه. مسجد المسجد الحرام. اگر ایستادیم که وصل کردن اینجا بهتر است، اگر ایستادیم میم ساکن میشه، اگر نه ایستیم که همون کسره المسجد الحرامی. و انه ضمه بعدش واو صدای او میگیره. انه للحق حق من ربک. قبلا هم همین تعبیر رو در آیه 147 داشتیم. من نون ساکنه اینجا بعدش را آمده تبدیل میشه به حرف ما بعد ادغام میشه. قاعده دوم اجرا میشه یرملون، قاعده ادغام. چون نون تبدیل شده به حرف ما بعد اینجا نون علامت ساکنش رو شیخ عثمان نگذاشته که نشون بده که این خوانده نمیشه. دقت کنید مثلا خط بالا این علامت ساکن رو ما در خط بالا داشتیم، در خط بالا ما این علامت ساکن رو اینجا نوشت شیخ عثمان، اینجا ننوشت، در حالی که هر دو تا اینا ساکنن. چون اینجا به خاطر ظرافت و زیبایی نوشته که نشان بده اینجا این نون تلفظ نمیشه. اینجا چون تبدیل شده به حرف بعدی خودش که را هست، اما نون وجود داره، نقش داره، نقش داشته که این را مشدد شده. نون اینجا در اصل نون سبب شده که این را تشدید بگیره. مر ربک. قلا یعنی وقف اولا. صلا که اینجا بود قبلش صلا یعنی وصل اولاست، اینجا وصل کردن بهتر بود، اینجا وقف کردن بهتره. قلا مخفف وقف اولاست، قاف مخفف وقفه، اینجا بهتره که وقف بشه. اما اگر کسی ادامه داد مشکلی نداره، میتونه ادامه بده، تلاوت خودش رو اینجا وقف نکنه. اگه وقف کردیم دیگه کاف ساکن میشه چی؟ مر ربک. ربک که حرکت نکنه ربک. خب اگر ادامه بدیم ربک. خط بعدی و این ما میشه به تنهایی، این کلمه به تنهایی ما خوانده میشه، اما شکل کلمه بعدی در تلفظ این هم تاثیرگذار هست. لفظ جلاله اینجا میچسبه به لام. من الله. لفظ جلاله پر خوانده میشه به خاطر فتحه ما قبل. و من الله به غین فتحه داره، این غین فتحه داره بعدش الف، غین صدای آ میگیره و چون غین از آن 8 حرف هست صاد و تا و غین و قاف و خا و را پر خوانده میشه. بغا نمیگیم بغا، بغا بغا فی لن تا اینجا باشه. دقت کردید غین رو عزیزان؟ بغا نمیگیم بغا 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 فلن، نه بغا بغا فلن. اینجا تنوین داریم یا همون نون ساکن داریم، این کسره بغا فلن، کسره دوم همون نون ساکن. بعد از تنوین اینجا چه آمده؟ بعد از تنوین اینجا ما حروف حلقی رو داریم. حروف حلقی رو داریم به همین خاطر اینجا اظهار میشه. و یک نکته لطیفی دقت کنید در نحوه نوشتن تنوین ها در این مصحف عثمان طاها که شیخ عثمان طاها خدا حفظش کنه، ایشون اینجا تنوین رو قشنگ این دو تا فتحه رو زیر هم گذاشته. جاهایی که اظهار میشه تنوین اینجا قشنگ روی زیر هم می نویسه شیخ عثمان اینها رو، اما جاهایی که اظهار نمیشه در خطای دیگه داشتیم بالاتر مقداری اینها رو عقب جلو میکنه. مثلا در خط بالا هم داشتیم که جمیعا تنوین ان هم اینجا در کلمه جمیعا هم اینجا قشنگ روی هم نوشته، چون اینجا اگر ادامه بدیم همزه بعدی سبب میشه که اظهار بشه. اینجا هم اظهار میشد قشنگ رو هم نوشت، اینجا هم در بغافلین که اظهار میشد قشنگ زیر هم نوشته حروف رو. اما جایی که اخفا میشه مثل شیء قدیر در اینجا دقت کنین این دوتا تنوین رو عقب جلو نوشت، چون اینجا اظهار نمیشه شکل اصلی تنوین رو هم ننوشته چون از مخرج خودش ادا نمیشه. این نکات ظریفی است که در کتابت این مصحف دقت شده و علاوه بر خط زیبا این زیبایی هاش رو افزون کرده و سبب شده که دیگه نورون علی نور بشه و مصحف بین المللی جهان اسلام قرار بگیره. در ما الان کدوم کلمه بودیم؟ از دستم در بغافلین بودیم، بله اینجا بودیم
در آیه 149 و ما الله بغافل، اینجا اظهار میشه به خاطر حرف فرقی با بعدش، بغافل عما، میم تشدید داره، به یک بار با ما قبل خوانده میشه، عما فتح بعدش حرف صدای آ میگیره، میم صدای آ میگیره، چون از هر حرف نیست پرخوانده نمیشه. عما تعملون. بریم خط بعد، آیه بعدی باز با هم میخونیم دو تا رو. و من، اینجا نون بعدش ها آمده مثل ابتدای آیه قبلی اظهار میشه. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. دقیقا همون لفظ تکرار میشه در این آیه هم دوباره. جیم یعنی اجازه داریم که اینجا وقف کنیم. و حیث ما کنتم. اینجا الان روی این کلمه نون دقت کنید. نون اینجا بعد از نون ساکنه. این نون ساکنه. چرا علامت سکونش رو نگذاشته شیخ عثمان مخفی کرده؟ چون اینجا اخفا میشه. کدوم قاعده؟ قاعده 4 اجرا میشه. نون ساکن بعدش ت آمده. ت نه از حروف حلقی است، نه یرملون، نه حرف باست. پس قاعده 4 اجرا میشه، یعنی اخفا. یعنی نون از مخرج خود ادا نمیشه. به همین خاطر چون از مخرج خود ادا نمیشه و از بینی ادا میشه و مخرجش مخفی میشه، شیخ عثمان هم علامت ساکنش رو مخفی کرده تا نشان بده که اینجا اخفا میشه. و حیث ما کنتم، نمیگیم کنتم سریع رد بشیم، نه، نون رو از بینی ادا میکنیم. و حیث ما کنتم لو. این الف نقشی نداره، خوانده نمیشه. این واو و این واو ضمه بعدش واو صدای او میگیره. در این علامت صفر این احیانا عزیزان هست الف هایی شاید ببینن. یکی از عزیزانم اتفاقا ایمیلی فرستاده بود و پرسیده بود. الف هایی هست در این نسخه عثمان طاها رو در این صفحه نداریم که این علامت صفر اینجا صفر شکل صفر تو خالی هست. الفی هست که به شکل این علامت صفر اینجوری کشیده بالا رفته به شکل یک بیضی شکل هست، اینطور مثل یک تخم مرغ که بزرگتر از اینه، در بیضی شکل است. اون الف رو روی کلمه انا مثلا روی کلمه انا میبینیم بعضی جاها. فرق این صفر با اون صفر سر اینه که این در هیچ حالتی خوانده نمیشه، این حرفی که این علامت روش باشه. اما اون علامتی که کمی باز درازتر است، این صفری که مثل بیضی شکل کشیده هست، اون فقط در هنگام وصل خوانده نمیشه، اما در هنگام وقف خوانده میشه. اینو عزیزان فقط مد نظرشون باشه. حالا اگر نمونهش رو دیدیم در خودش باز بیشتر توضیح میده. فول لو اینجا خوانده نمیشه، الفیش نقشی نداره. لام یک بار با واو خوانده میشه، یک بار تنهایی، ضمه بعدش واو صدای او میگیره. فول لو وجوهکم. خط ببریم بالاتر. و خودش واو صدای او داره. وجوهکم شط، تای کم اینجا در مخرجش میدرزه. شط هو. اما اگر اینجا ما ایستادیم، اینجا اگر وقف کنیم چی میشه؟ اگر روی ها این هی دو چشمه که الان اینجا یک چشمشو نوشتن، این هی رو اگر روش وقف بکنیم علامتش میفته، همین ضمه همین واو میشه شط ره اگر وقف کنیم، که به خاطر همین که دوستان مد نظرشون باشه گفتم. اونجا ما وقف نمی کنیم. وسط آیه است وجوهکم شطره ل. این که همزه است میشه ل. این لام باید نیاز به این همزه داره چون تشدید داره دیگه، نیاز به ماقب داره. یک بار با همراه ماقب خوانده میشه، یک بار تنها. لام پر خوانده نمیشه چون از اون 8 حرف است. ل یکون لین. این لام وسط هیچ علامتی نداره، از اون 4 حرف واو و الف و لام و یاس والی خوانده نمیشه. لین نون لام میچسبه مستقیم به نون، این لام وسط خوانده نمیشه. لین ناستی روی نون مقداری قون نمیشه. نون مشدد و میم مشدد مقدار روش ما توقف میکنیم در تلفظش. در لین ناسی علیکم حجتون. تنوین، بعد از تنوین همزه آمده. چه اتفاقی میفته؟ بعد از تنوین همزه آمده، از حروف حلقی است، بعد تنوین از مخرج خودش ادا بشه. حجتون. روی اینم دقت کنید عزیزان، هر جا که اظهار میشه شیخ عثمان تنوین اون رو به این شکل مینویسه. ما در خط بالا هم چند خط بالاتر داشتیم که
حجتون اونجا هم اظهار میشد به همین شکل نوشته شده بود. و کلمه دیگری هم باز داشتیم که همونجا تنوین رو بعضی وقتا اگه اظهار نشه به این شکل نمینویسه، دو تا ضمه کنار هم میگذاره اگه اظهار نشه. هر وقت که اظهار بشه به این شکل می‌نویسه. اما اون قاعده کلی مد نظر ما باشه بهتر هست تا اینکه به علائم و نشانه های شیخ اینجا خودمون رو پایبند کنیم. قاعده کلی رو یاد بگیریم که اگر مصحف دیگه هم دست ما بود بتونیم راحت‌تر بخونیم. خب الا، این به تنهایی میشه الا، اما چون این الف خوانده نمیشه و این لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، یعنی فتحه این لام، اینجا الان باید چیکار کنیم؟ اینجا ما الان 4 تا لام داریم. این الف که حذف میشه در هنگام بسط، اینم که حذف میشه، این چون علامت نداره، اینم که خب در هنگام بسط حذف میشه. یک لام تشدید دار اینجا، یک لام تشدید دار اینجا. این خودش 2 تا لامه، اینم 2 تا لام. لام اول این ساکن، لام اول این هم ساکن. لام اول این به همراه همزه خوانده میشه ال لا تا اینجا. لام اول اینم به همراه لام این خونده میشه ال لل تا اینجا. 3 تا لام تلفظ کردیم. ال لل الذين إلا الذين إلا الذين إلا الذين ظلموا. خط بعدی ظلموا الف خوانده نمیشه. من هم نون بعدش حرف فرقی اظهار میشه. من هم از مخرج خودش. فلا تخشوهم تخشوهم، همه این ساکنان به امر ما قبل خوانده میشن. تخشوهم فلا تخشوهم. وخ الف خوانده نمیشه در هنگام بسط، واو میچسبه به خا. وخ شو نی، بعد از کسره یا آمده میشه نی. وخ شو نی. و ل، این کسره مال این لامه. ل، این لام حرکت همزه داره، روش همزه آمده. این الف، ببخشید این دومی الف لام نیست، این لامه، این الفه. ل، این همزه صدای او داره. ل او تم و ل او تم و ل او تم نعمتی. این کسره مال تا هست و بعدش یا آمده، صدای ای میگیره. نعمتی علیکم و ل او تم نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون. این دو تا آیه رو با هم یک بار بخونیم. آیه 149 و 150 رو. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. در کلمه حجتون دقت کنید عزیزان، اینجا که من وقف کردم حجتون در این تایی که 2 نقطه روش قرار میگیره، این ه است، به تنهایی ه است. وقتی 2 نقطه روش قرار میگیره میشه تا. این ه وقتی 2 تا نقطه روش باشه میشه تا. در هنگام توقف و وقف روی این کلمه هر جا که این ت 2 نقطه دیدید، هم این 2 نقطه میفته، هم علامتش میفته، حرکتش هر چی روش باشه همه میفته و فقط ها میمونه. اینجا حجتون در هنگام وقف میشه حجه، فقط یک ه باقی میمونه ازش. اینو دقت کنید که تای 2 نقطه هر جا روش وقف کردید هم 2 نقطهش میفته هم حرکتش میفته، فقط ها میمونه و ها تلفظ میشه حجه. بریم به آیه بعدی که ما مد میشه اینجا. کما
سل نفیکم رسولن. خب الان ما تنوین داریم بعدش میم. بعد از تنوین میم یک از حروف یارمون ادغام میشه، به جای نون میم تلفظ میشه. رسولم. نون بعدی بعدش کاف اومده، نه از یرملونه نه از حروف حلقی است و نه با اخفا میشه، به همین خاطر علامت ساکنش هم مخفی شده. منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم. کاف دوبار خوانده میشه یزکیکم و یعلمکم تا اینجا. اینجا این الف که میفته اگه به تنهایی باشه ال میشه، اما چون اینجا وصل میکنیم ما الف میفته میم میچسبه به لام. و یعلمکم الکتاب الف میفته والحکمت. الان اینجا اگر روی این کلمه حکمه ما توقف بکنیم این نقطه ها هم میفته، این حرکت هم میفته، میشه حکمه والحکمه. خب ادامه میدیم والحکمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. روی این دوتا میم، خب این میم رو علامت نگذاشته شیخ عثمان طاها، به جاش دومی رو مشدد کرده. شاید بعضی جاها ببینید که این تشدید نباشه اینجا ساکن باشه. در هر دو حالت یک معنی میده، فرق نمیکنه. در هر دو حالت دو تا میمه که باید تلفظ بشه. حالا اینجا این میم رو چون شیخ علامت نگذاشته ما حذفش میکنیم، مستقیم کاف رو میچسبونیم به این میم رو علمکم ما. خب آیه بعدی فا، این الفش میفته فذ کو رو ضمه بعدش واو رو فذ کو نی. این یا چون علامت مد داره کشیده میشه فذ کرونی اذکرکم وش الف میفته واو میفته میچسبه بشین وش کو رو الف اینجاش نقشی نداره. لی ضمه ببخشید کسره لام بعدش یا صدای این میگیره وشکرو لی ولا تکفرون اینجا نون ساکن میشه. اینجا ما یک فتحه داریم، یک الف با مد فتحه بعدش الف یا صدای آ میگیره، پرخوانده نمیشه اما مد هم میشه چون یک مد داره میشه یه. خب این همزه است، صدای ا داره میچسبه به یا ای یو ها تا اینجا یا ای یو ها. اما اینها چون الف بعد خوانده نمیشه، این لام مشدد نیاز با آخرین حرکت ما قبل داره، یعنی فتحه ها مستقیم میچسبه به لام. یا ایوهل یا ایوهل الذین یا ایوهل الذین آمنوا الف خوانده نمیشه. اینجا دقت کنید روی این تعبیر. الان اگر ما این رو بخوایم بچسبونیم به این، الان اینجا ما چی داریم؟ سین داریم دیگه. این الف که در گام بس خوانده نمیشه، سین نیاز با آخرین حرکت مقابل داره، برمیگردیم الف خوانده نمیشه، واو میچی نون ضمه نون باید بچسبه به سین، میشه چی؟ یا ایها الذین آمنوا. نگاه کنین نوس نون ضمهش میچسبه به سین. یا ایها الذین آمنوا استعینوا. اگر اینجا ما ایستادیم یا ایها الذین آمنوا، خواستیم از اینجا دوباره شروع کنیم از این کلمه. الان اینجا الف وصل داریم، خواستیم از اینجا شروع کنیم، مثلا چه کار باید بکنیم؟ ابتدای صفحه بعد از الف وصل الذین آتیناهم الکتاب آیه اول آیه 146 بعدش لام بود. اینجا لام نیست، بعدش اینجا بعد از الف لام نیست. این کلمه رو اگر از همین جا بخوایم شروع کنیم چی کار میکنیم؟ اینجا الف بعدش لام نیست. خب این چی؟ حرف بعد نه، بعدیش این همیشه بعد از الف ساکن هست، بعد از الف وصل همیشه بعدش ساکنه. اینو اگر لام نباشه بعدیش ساکن هست. بعد از ساکن اولین حرکت چی هست؟ فتحه هست. اینجا فتحه داریم. اگه ضمه بود به این ضمه میدادیم، اگر کسره بود
کسره میدادیم. اما وقتی که فتحه هست دیگه فتحه نمیدیم، باز هم کسره میدیم، چون فتحه الف وصل فقط مال وقتی است که بعد از اون لام باشه. اگر حرف ما بعد ساکن فتحه داشت کسره میگیره، کسره هم داشت کسره میگیره، ضمه هم داشت ضمه میگیره. اینجا میشه استعینو. استعینو اگر از اینجا شروع کنیم، اما ما نیازی نیست میچسبونیم هر کلمه قبلی رو به این. یا ایها الذین آمنوا استعینوا، تعینوا، نستعینوا بالصبر. الف خوانده نمیشه در هنگام وصل، لام هم حرکت نداره، صاد تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل که کسره باست میچسبه به صاد. بالصبر والصلاتی، دقیقاً والصلات مثل صبر الف خوانده نمیشه، لام حذف میشه، واو میچسبه به صاد. والص لام بعدش الف صدای آ میگیره. والصلاتی اگر اینجا وقف کردیم که اجازه وقف داریم میشه والصلاه، مثل کلمه حکمه که اینجا بود در خط بالاتر، مثل این کلمه حکمه که اینجا گفتیم اگر وقف کنیم در آخر خط اول، در اینجا اگر گفتیم وقف کنیم ه میشه، اینجا هم صلات هم در این آخر اینطوری میشه. اگر وقف کنیم میشه بالصبر والصلاه، ه خوانده میشه. ان الله لفظ جلاله پر خوانده میشه به خاطر فتحه ما قبل. مع الصابرین. اینو یک بار با همین دو تا آیه، این سه تا آیه رو بخونیم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. این هم از تلاوت این آیات و روخانی این صفحه مقداری طولانی شد به خاطر بیان کردن قواعد. انشاءالله مختصرتر میکنیم دیگه در برنامه بعد. قواعد اخفا و اظهار و اقلاب و غنه و پرخوانده شدن و حروف و قطب جد رو دیگه توضیح نمیدیم، فقط اشاره میکنیم. حالا هر چند جلسه‌ای باید بار اعاده بکنیم، اما چند جلسه‌ای باز انشاءالله با سرعت بیشتری خواهیم رفت. من خاطر اینکه وقت بیشتر غنیمت بشماریم تلاوت این صفحه رو گوش میکنیم، برمیگردیم تماسی تلفنی شما عزیزان رو در این مورد خواهیم داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. با دوستان مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان در بخش پایانی برنامه در خدمت شما خوبان عزیزان هستیم با تماس‌های تلفنی شما مهربانان. عزیزانی که تماس میگیرن ان شاء الله احمد جان شماره رو زیر میز خواهد کرد برای شما و با این شماره ان شاء الله تماس خواهید گرفت. و خواهش بنده این است که در موضوع برنامه که روخانی همین صفحه هست ان شاء الله صفحه 23 از مصحف عثمان طاها و برای بزرگسالان عزیز و کودکان و نونهانان عزیز هر جایی که دوست داشتن تلاوت بکنن ان شاء الله تلاوت خواهند کرد. من تماس بیننده اول رو با هم میشنویم. سلام علیکم، برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم مولا شیخ. سلام علیکم محمد جان، خوش آمدید. نام محمد هستم از جده شریف زنجیر. محمد جان از جده مسافرت کنید جده، مثل اینکه همیشه از مدینه تماس میگیرید. بفرمایید محمد جان کدام سوره تلاوت میکنید؟ سوره یاسین. سوره یاسین. احمد جان صفحه 440 بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في أمم مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحسنتم ما شاء الله ما شاء الله محمد جان بسیار خوب بود. بسم الله بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام عمو جان. من میخوام نام شما چیست؟ عمو جان؟ یاسمین خانم خوش آمدید عمو جان. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أولئك الله هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا أبصارهم غشاوة ولهم فيه عذاب أليم ومن الناس منذرون ومن الناس من يقول صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. متشكرم. بسم الله. بسم الله. تماسشون مثل این که متاسفانه قطع شد. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. خواهرم خودتون معرفی میکنید؟ آیشه هستم عزیزم. خوش آمدید خواهرم. کدوم سوره تلاوت میکنید؟ میخواستم آیت الکرسی رو تلاوت کنم. آیت الکرسی رو. بسم الله. احمد جان صفحه 43 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله. ما شاء الله. بسیار عالی بود. بسیار عالی بود. متشکرم هستم. بعدا من میخواد بخونه. بفرمایید. سلام. سلام عمو جان. خودتون معرفی میکنید برام؟ جوری دیلی میخوام بخونم. معرفی میکنید خودتون عمو جان؟ عبدالرحمن هستم از تهران. عبدالرحمن جان از تهران. خوش اومدید عمو جان. بسم الله. سوره فیل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله عبدالرحمن جان. چند ساله عمو جان؟ 8 ساله. 8 سالته. ماشاءالله. خدا شما رو حفظ بکنه برای خانواده‌تون و والدین جامعه اسلامی. ممنون از تماس شما. همه دیگری هم داریم عمو جان؟
خدا نگهدار. خدا نگهدارش. متشکرم از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ من از کردستان زنگ میزنم، میخواستم سوره بقره رو تلاوت کنم. سوره بقره کدوم آیات برادرم؟ از اولش. از اول بقره. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. احسنتم. ماشاءالله. بسیار عالی بود. ماشاءالله. متشکرم از تماس شما. ممنون از تماس شما. به خاطر اینکه بقیه بینندگان هم فرصتی داشته باشن و همینقدر اکتفا میکنم. متشکرم از تماس شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما. خودتون معرفی میکنید برادر؟ خوبید؟ ممنونم. شما خوبید انشالله. خودتون معرفی میکنید؟ بیننده گرامی صدای ما را از تلفن بشنوید. بیننده عزیز صدای تلویزیونتون رو ببندید، با تلفن صحبت کنید. من هدایت الله هستم. هدایت الله جان صدای تلفن، با تلفن صحبت کنید، صدای تلویزیون رو ببندید. صدای ما را از تلویزیون نشنوید، از تلفن بشنوید. بسم الله. هدایت الله جان ما میخوایم تلاوتتون رو شروع کنید، صدای تلویزیون رو ببندید، از تلفن صحبت کنید. بسم الله. خواهش من متاسفانه تماسشون قطع شد. خواهش من از همه شما عزیزان این هست که به مجرد اینکه ارتباط شما با استودیو برقرار شد، شما مستقیم وصل میشید داخل استودیو، صدای تلویزیون رو ببندید، قطع کنید یا منطقه رو عوض کنید، جای دیگه برید، با تلفن صحبت کنید. منتظر نباشید صدای خودتون از تلویزیون بشنوید، چون 15 تا 20 ثانیه دیر میرسه صدا به شما. بیننده بعدی، برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. الو. سلام علیکم. سلام. مثال حق. مثال حق. بفرمایید، خودتون معرفی کنید. من میخوام سوره آل عمران بخونم. کدام آیه؟ از اولش. از اول آل عمران؟ بله. بسم الله. صفحه 50 احمد جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاءالله ماشاءالله. خودتون معرفی نکردید برام؟ استاد من بسیار شما را دوست دارم و من از تاجیکستان می باشم. الله تعالی شما رو دوست داشته باشه. ما هم شما رو دوست داریم. نام مبارکتون؟ نه نام من عثمان. هدایت الله؟ عثمان ببخشید من فکر کنم بیننده قبلی هستن. بسیار لطف کردید تماس گرفتید. من الحمدلله حفظ قرآن کردگی. الحمدلله. چند جز حفظ کردید شما؟ من در توی 2 سال و 7 ماه اینا حفظ کردم. کل قرآن حفظید؟ انشاءالله. من مشغول کار بودم خیلی کمشو فراموش کردم. الحمدلله حافظ قرآن هستم. الحمدلله. این یک سعادت است برای ما و همه بینندگان عزیز. مشارکت تو شما و امثال شما در این برنامه. بسیار دوست دارم استاد. الله تعالی شما رو دوست داشته باشه. متشکرم از تماس شما. لطف امیدوارم تو قیامتم تو این دنیا ببینمتون. ان شاء الله که در بهشت برین در نزد شهدا و انبیا و صالحین باشیم ان شاء الله. ان شاء الله. امیدوارم من همین در حق من دعا باشه تا این فرصت رو بیارم تا دوباره برترم جاش بکنم. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. محتاجیم به دعای خیر شما. میبخشید از احمد میخواستم فقط همین نمره من همین است. همین وقتی که تماس گرفتم با برنامه‌های دیگه‌تون صلح در حال اسکرین برقرار کردن. چشم میشم. چشم. احمد جان صدای شما رو داره میشنوه و انشالله شماره شما رو ثبت خواهد کرد نزد خودش که در برنامه‌ها انشالله حتما پارتی بازی کنه با شما. جان؟ برای که من در جای ما مسجدها تصرف کرده گرفتم در چیزها من میخوام که عکس و ویدیو این چیزها رو برای رسال حق پرتیم. متاسفانه. چشم احمد جان انشالله شماره شما رو یادداشت کردن انشالله با شما در ارتباط خواهند بود. متشکرم از تماس شما. خدا حافظ. خدا یار و نگهدار شما. در موضوع حفظ قرآن من یک توصیه هم برای شما دارم عثمان جان، چون اشاره فرمودید که برخی از سوره ها رو فراموش کردید. شما اون سوره هایی رو که فعلا چون مشغول کار هستید، سوره ها و اجزایی رو که حفظ هستید و میتونید که بخونید، با این احساس و با این برداشت که فکر میکنید الان مسلط هستید و بلد هستید، هیچ وقت از اینها غافل نشید. به این شکل نشه که یکی از مشکلاتی که بعضی از حفاظ قرآن کریم باش درگیر میشن همین مسئله است، چون احساس میکنن که خب مثلا فلان جز فلان سوره رو من کامل حفظم. در مراجعه و در تلاوت کردن و به اصطلاح بازبینی آن چیزی که در ذهن هست اینها رو در اولویت نمیگذارن. یعنی احساس میکنن خب مثلا 10 جز اول 20 جز اول اینها رو که من مسلط هستم فقط یک چند جزی از آخر تلاوت میکنن و مدت هایی میگذره و بیشتر تلاوتشون از جاهای دیگه است، یعنی از اجزای دیگه است و به این اجزا سراغ اینا نمیان. بعد از یک مدتی احساس میکنن که در این جزءهایی که خواندن دوچار مشکل هستن و بعد ضعیف میشه. بعد که دوباره برمیگردن احساس میکنن که کلا به حد رسیده که برخی از آیات فراموش شده و این خسته میکنه شما رو. همین خاطر اون جزءهایی رو که مسلط هستید به صورت مستمر هر روز تقسیم بندی بکنید، در نمازها، در خارج از نمازها به صورت مداوم بخوانید که حداقل اینهایی که الان کامل مسلط هستید همچنان دست اینایی که مسلط هستید همچنان باقی بمانه برای شما، و آنچه که احساس میکنید که فراموش شده از سوره هایی که فراموش شده اونها رو هم باز برنامه اختصاص بدید که اونها رو هم کم کم شروع بکنید و دوباره بازبینی میکنید و برگردونید و مراجعه بکنید که این ثروتی که در اختیار شما الله تعالی، این نعمتی که به شما بخشیده، این نعمت از دست نره. ما فکر کنم دیگه داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و در برنامه بعد ان شاء الله حالا یا من یا استاد عبدالرحمن عزیز
استاد فاتی عزیز که امروز این افتخار رو دادن که من به هر حال میهمان این برنامه باشم در خدمت شما عزیزان و این منت رو بر من گذاشتن. ان شاء الله این موضوع رو ادامه خواهیم داد، موضوع بحث تجوید و قواعد تجویدی رو با تفصیلات بیشتر و ان شاء الله که بیننده ما باشید. نمیدونم احمد جان فرصتی داریم تماس دیگری بگیریم یا نه؟ آخرین تماس. چشم. بیننده بعدی. سلام بر شما. برنامه روخانی قرآن کریم می‌فرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دخترچه من میخواد قرائت کنم. دختر بچه شما میخوان قرائت بکنن. نامشان چیست؟ السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نام شما چیست عمو جان؟ میخوام سوره فاتحه بخونم. سوره فاتحه رو میخوانید. بسم الله بفرمایید. آغاز کنید. ماشاءالله. آمین. 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 ماشاءالله. ماشاءالله. چند سال دارید عمو جان شما؟ قطع شد تماسون متاسفانه با این نونهال عزیز قرآنی. این شکوفه های قرآنی واقعا به محفل های ما رونق میبند و باعث برکت محفل های ما هستند. من در پایان تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و تشکر ویژه از احمد جان و از فرید عزیز و احمد منصور مهربان در بچهای پشت صحنه و محمد جان و دیگر عزیزانی که زحمت میکشن و انشاءالله بیننده برنامه خودتون خواهید بود در برنامه‌های آتی و از همه شما خوبان عزیزان تقاضای دعا داریم برای خود، برای مجموعه کانال و همه شبکه‌های توحیدی و همه ما و شما دعا میکنیم در اون لحظات برای تمام عزیزانی که از جمع ما رفتن و از دنیا رفتن و رحلت کردن، پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، اساتید، شاگردان، دوستان، آشنایان، خویشاوندان، اقربا و همه عزیزانی که از امت اسلامی از دنیا رفتن که الله تعالی همه اون عزیزان رو مورد رحمت